بیماری تربط همیشه بیماری است که بیماری دور و دراز است لیکن شفا یابنده است. شما همین طبیعت هایتان رو دوام تیه انشاءالله نقض میشه. فقط شما باید که عصبانیتان رو نگاه دارید. این از عصبانیت بسیار وابستگی داره. هر زندگی مشکل است اما ما باید کوشش کنیم که عصبانیت نشویم. داروها رو استفاده برید. تشکر دکتر جان، تشکر. دوستان مامان میده. ایستا دوستان، گفتم که ما دوست هستیم. امروزه داروهای شما. پسرم، این دوستی تو نیست. این همان شخصی است که 13 سال پیش مرا فریب داده بود. این پدرت است. آچا چه خیلی پدری من. بله پدرت. ای سرده نرو. با کجا پسر جان؟ دکتر جان عذر زیاد. این وضعیت عائلوی خودتون است. خودتون و فرزندتون حل کنید. آنا در آنجا نشسته است. یک لحظه ما رو تنها گذار. صحبت کردنمان لازم. فردوس پسر جانم، برای چی این خیل کردی؟ چرا چیزی نگفته یک بار بر اومده رفتی؟ هیچ چیز نه. آچا وقتی وای شخص ما رو 13 سال پیش پرتفته رفته بود، برای چی من وای رو پدر گویم؟ پسرم گفتم کو وای در حقیقت پدری تو است. پسرم من هر کاری میکنم به خاطر تو میکنم. من نمیخواهم که تو به پدر کلان شوی. پسرم التماس مرا گوش کن. بیا مرا گرفته بر. بچه جان تو در پیش مادرت شین. مراد من نفهمیدم این دختر کی است؟ مادر جان این گپ رو من باید به شما بر وقت‌تر میگفتم. این کلون شما است. سلام بابا جان. سلام نبیره جانم. خوش آمدی. انا اونجا گذاشتین حاضر میایم. حاضر. خیر. با هم آشنا شدیم. خوش. با همراهی او مادرم رو به بیمارخانه بردیم. بهترین کو؟ در آنجا فهمیدم که خوش. چی رو فهمیدی؟ وای پدرم بوده است. چی؟ پدرت؟ چی خیل پدرت؟ چی؟ همین معیوب تو میخوای مرا در نزد همسایه شرمنده کنی؟ این چلاق رو از کجای گرفتی به همانجا بردمان؟ بیا درو خواهر جان. مرحمت. سلام علیکم. همین کس؟ بله. پدر؟ ای تو نامرد، تو در کجا بودی؟ نو به یادت زن و فرزندت رسیده؟ نگاه کن دختری مرا به چی حال آوردی. قصدت رسیدی. حالا من به تو نشان میدهم. صاحب جمال، ها؟ این خونه ای تو هست؟ خانه ای من؟ شناختی؟
کسی سوچو شوهرت در ترماست اومدم من نه برو شوهر دارم کودک دارم تو از اون من میشوی تو از اون من میشوی نه بیو بالا میبینی چی؟ باز آمدی که یک شپاتی خوری؟ صاحب جمال کاش که دختری من هم به مثل تو میشد و با یک شپاتی جانش رو خلاص میکرد ولی افسوس ببین که دخترم به چی حالت افتاده است احوال دختری تو سزای کاری توست بهوده بزرگان نگفتن دری کس را به انگوش مزن که درد را با مشت میزنن پیش از آنی که هر کاری رو انجام میدهیم باید لحظه فکر کنیم که مبادا روز این کار را با ما بکنند بیهوده نگفتند هرچی که کاری دی همان رو میدروی